الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند الركن الثالث صحيح وهو الإيمان بكتبه. الثالث وقال الشارح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: الثالث الإيمان بكتبه، وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر. سيوم ركن از ارکان ایمان آوردن است به کتاب‌های او سبحانه و تعالی. مراد از اون کتاب‌هایی میباشند که وحی‌ها را الله سبحانه و تعالی به رسولان نازل کرده است به خاطر هدایت کل بشریت. نؤمن بأنها كلام الله حقيقة ونؤمن بما سمى الله منها وما لم يسمى. ما ایمان می‌آوریم که وحی‌ها یعنی کتاب‌های الله کلام الله هستند از روی حقیقت. برای خاطر چی گفته شده از روی حقیقت؟ هستند طایفه انسان‌هایی که میگن که اینا هم کلام‌های جبرئیل هستند. از روی حقیقت نیست، کلام الله حقیقت نیست. و گوید که اگر خب به موسی گفت زد که با آواز نبود میگویم و در قلب و کلام الله موسی تکلیما و در قلب موسی جراحت کرد، یعنی که کلمه یابانه همون جراحت هم میشد، یا جراحت کرده در دل موسی انداخت. اما برای یک الهام به مثال الهام با بعضی کسا اعرابش دیگه میکنن که کلم الله موسی میگوین، یعنی موسی با الله گفت زد، یعنی آواز نبود میگوین بین الله بین موسی آواز نبود میگوین. ولی از روی نقطه نظری گویم اهل سنت و جماعت، از روی عقیده اهل سنت و جماعت آواز بود، حرف بود، ولیکن با آوازی مخلوقات مشابهت ندارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. همین آیت شورا آیت 11 خودش دلالت کرده است که الله تعالی و سمیع است و یعنی میشنود دوست است، او بصیر است و میبیند دوست است. می صفتهای سمیع بصیر هست. و پیش از این گفتن و میگه که لیس کمثله شیء، یعنی شنوایی او و بینایی او هرگز مانند شما نیست. خیلی که شنوایی بینایی شما مانند او نیست. لیس کمثله شیء. و نؤمن بما سمى الله منها، ایمان می‌آوریم به آن کتاب‌هایی که الله تعالی نامشون برای ما ذکر کرده است و آن کتاب‌هایی که ما ذکر نکرده، نامبر نکرده است. سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بها. الله سبحانه و تعالی از اونها برای ما نامبر کرده است تورات و انجیل، زبور و قرآن بزرگ را و صحیفه هایی که به ابراهیم و به موسی فرود کرد، نازل کرد، همین ها را نامبر کرده است که فنؤمن بها، و همین اینها ایمان میاره. و نؤمن بما لم یسمه الله منها، و ایمان میاریم به آن چیزی که الله از کتاب ها و را نامبر نکرده باشد. فالایمان بالکتب السابقه یکون ایمانا مجملا. ایمان آوردن به کتاب های پیشینه گذشته این ایمانی مجمل میگویند. والایمان بالقرآن یکون ایمانا مفصلا بكل ما فيه. ایمانی به قرآن این ایمانی مفصل می باشد به تمام اون چیزی که در قرآن است. به یکون خواه حرف باشد و خواه نقطه باشد و خواه یک چیز دیگر. لأنه کتابنا، چون که او کتاب ما هست. و انزل على نبینا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم، چون که او کتاب ما است و ای را به پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم نازل کرده شده است. فمن جحد آیه او حرفا من حروفه فهو کافر مرتد عن الاسلام. کسی یک آیت از آیات او را، حرف از حروف
اون قرآن را انکار کند، جهل انکار کند و یک کافر است و مرتد است، از اسلام مرتد. اون آدم رو بگو که و مؤمن مسلمان بود بعد از اسلام همین خیلی چیزا را مثال انکار کرد، بس بگوید مرتد، یعنی کافر مرتد نمیشه، کافر خودش کافر مرتد یک حالت یک حالت دیگه برگشت نمیگه. و كذلك من آمن ببعض القرآن و کفر ببعض فهو کافر. همچنین کسی که به پاره از قرآن ایمان آورد و به پاره دیگر ایمان نآورد وای کافر است. و كذلك من آمن ببعض الكتب و کفر ببعضه فهو کافر. همچنین کسی به پاره از کتاب‌های نازل شده ایمان آورد و به پاره دیگر کافر شود و کافر است. مثلا گفت که من به تورات باور دارم و که به انجیل باور ندارم، بود کافر میشه. و من قال انا اؤمن بالقرآن ولا اؤمن بالتوراة والانجیل فهو کافر. شیخ خودشون گفتن مثلا کسی گفت که من ایمان میارم به قرآن و ایمان نمیارم به تورات و انجیل و کافر میشد. او قال اؤمن بالتوراة والانجیل ولا اؤمن بالزبور الذي انزل على داود علیه السلام فهو کافر. یا کسی گفت من ایمان میارم به تورات و انجیل و ایمان نمیارم به زبوری که ویرا به داود پیغمبر علیه السلام نازل کرده شده و هم کافر میشد. قال تعالی، الله تعالی فرمود و آتینا داود زبورا، ما به داود زبور را عطا کردیم. او انکر صحف ابراهیم فهو کافر، یا که به صحیفه های ابراهیم کافر شود و هم کافر است. لانه مکذب لله عز وجل، چون که او دروغ شمارنده است الله عز و جل را، و مکذب للرسول و رسولان او را دروغ گوینده است. فهو کافر و کافر است. لانه جحد رکنا من ارکان الایمان، همین به خاطر اون است که او رکن از ارکان ایمان را انکار کرده است. الرابع الایمان برسوله، چهارم رکن ایمان آوردن است به رسولان او. الرابع الایمان برسوله، چهارم رکن ایمان آوردن است به رسولان او سبحانه و تعالی. الایمان بالرسل جمیعهم من اولهم الى آخرهم من سمى الله منه و من لم يسم، یعنی ایمان آوردن به رسولان به جمیعشون، از اولشون تا آخرشون، کسی را الله از اونها نمبر کرده باشه و کسی را نمبر نکرده باشه. نؤمن بهم جمیعا و انهم رسول الله حقا جاءوا بالرساله و بلغوها لاممهم. ایمان میاریم به جمیعشون و ایمان میاریم که اونها رسولان الله هستند، از روی حقیقت رسالت را آوردن. جاءوا بالرساله، جاء اصلا فعل لازم است با قطعی آیت و متعدی میشه. رسالت را آوردن، نامه آوردن از طرف پروردگار و به امتانشون تبلیغ کردن، برده رساندن امانت را. بلغ الرساله میگن. فمن کفر بنبی واحد فهو کافر بجمیع الرسل، کسی به یک پیامبر ناباور باشد و به جمیع پیغمبران ناباور است، کافر است. لقوله تعالی، بنابر سخن او سبحانه و تعالی، ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. و درسته کسانی که کافر میشن به الله و به رسولانش و میخواهند که جداگی افکنن میان الله و میان رسولانش و میگویند که ما ایمان میاریم به پاره و کافر میشیم به پاره و میخواهند که میان این را چی گیرن؟ یک سبیل گیرن، یک راه گیرن، یک راهی جداگی بین این. اولئک هم الکافرون حقا، اونها کافران حقیقی هستند. و اعتدنا للکافرین عذاب مهینا، ما برای کافرها عذاب خار کننده و
یعنی که خار و ذلیل کننده آماده کردیم. والذین آمنوا بالله و رسوله، و کسانی که به الله و به رسولانش ایمان آوردند، ولم یفرقوا بین احد منهم، و جداگی نکردن میان کسی از اونها را، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، آنها را زود الله خواهد چیکار کرد؟ اجر و پاداششان را عطا بخشد. و کان الله غفورا رحیما، الله سبحانه و تعالی آمرزنده و چه مهربان است. نعم. فالكفر بنبي واحد او برسول كفر بالجميع، با یک پیامبر یا که با یک رسول کافر شدن، این کافر شدن است به جمیع رسولان. ولهذا قال، برای خاطر همین است که فرمود او سبحانه و تعالی کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح رسولها را ناباور شدند، مع انهم كذبوا نوح، با وجود اینکه اونها یک تا نوح ناباوری کردند. فتكذيبهم لنوح صار تكذيبا لبقية المرسلين. بس میگوید دروغ گفتنشان یک نوح پیغمبر را، این باعث آن شد که اونها باقی رسولان را دروغ گفتند. وكذلك این ناباوری کردند. وكذلك من كفر بعيسى ومحمد كاليهود، همچنین کسی که به عیسی و به محمد علیه السلام ناباوری کند، کافر شود، همچون یهود. او کفر بمحمد كالنصارى، یا که همچون نصرانی ها به محمد علیه السلام کافر شود، فانه کافر بالجميع، و به همه پیغمبران و رسولان کافر است. لابد من الایمان بجميع رسول علیهم السلام من سمى الله منه و من لم يسم. شیخ میفرماید که باید که به جمیع رسولان ایمان آورده شود، کسی نداره که از اونها الله نمبر کرده باشد یا که نمبر نکرده باشد. و قسم الله منهم كما في سورة الانعام، و بتخی از اونها، این پاره از اونها را الله سبحانه و تعالی نامشون ذکر کرده است، چون در سوره انعام آمده است که و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، همان از حجت ما وی را به ابراهیم عطا کردیم بالای قوم خویش. الحجت یعنی محتج به علیهم، محتج به علیهم، حجت آن چیز را میگون که با تو فایل وی حجت آوری میکند ابراهیم بالای قوم خود. نرفع درجات من نشاء، ما درجه ها را میبرداریم، یعنی مرتبه های او را در علم و در فهم و در ادراک و میبرداریم. من نشاء کسر خواهیم. ان ربک حکیم علیم، و درستی پروردگار تو صاحب حکمت و یا که محکم کار است، العلیم دانا است. و وهبنا له اسحاق، ای اعطینا له اسحاق، ما به او اسحاق را عطا بخشیدیم، و یعقوب را. کلا هدینا، همینو ضمیر به ابراهیم رسول شو که پسرو نبیره شده ایستادم خلاص. کلا هدینا، همه را ما هدایت فرمودیم. و نوحا هدینا من قبل، و از اینها پیش با نوح را هدایت فرمودیم، یعنی که ما را از هدایت پیغمبری و راه رسول. و من ذریته داوود و سلیمان، و از ذریت یعنی از نسل ابراهیم گفته است، داوود و سلیمان و ایوب را و یوسف را و موسی و هارون را. و کذالک نجزی المحسنین، ما نکوکاران را، محسنین را همین طور پاداش خواهد داد. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، و زکریا را عطا بخشیدیم که هدایت فرمودیم، و یحیی و عیسی و الیاس را. کل من الصالحین، همه اینها از بندگان شایستگان من هستند، فرماید الله. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، و اسماعیل را عطا بخشیدیم، و الیسع و یونس و لوط. و کلا فضلنا علی العالمین، همه اینها را فضیلت و قدر و قیمت عطا بخشیدیم در زمان خود، در تمام جهانیان. فذكر جملة منهم في هذه السورة، یعنی یک جمله از اونها را
در این سوره الله سبحانه و تعالی نامشون ذکر کرد فی آیات اخرى و در دیگر آیات ها هم. فنؤمن بمن سمى الله منهم، از اونها کسی را الله نمبر کرده باشد یعنی که ما ایمان می آریم. و نؤمن بمن لم يسمي الله منهم همچنین ایمان می آریم با کسانی که الله از اونها یعنی که کسانی که با نمبر نکرده باشد. الخامس اليوم الآخر، که اليوم الآخر ایمان آوردن است پنجم بر رکن. این رکنی چی بود است؟ روزی آخر. الایمان بالیوم الآخر و الرکن الخامس، ایمان بر روزی آخر، این رکن پنجم است. واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي بيوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو يوم الدنيا، وهو يوم الدنيا. الدنيا هي اليوم الأول والقيامة هي اليوم الآخر. رکن پنجم و روزی آخر مراد از آن روزی قیامت است. وی را روزی آخر گفته نامبر کرده شده است، نام نهاده شده است، چون که او بعد از یکم روز است. کدام روز؟ و روزی دنیا را گفته، یعنی بعد از یکم روزی دنیا، یعنی از روزهای آخر دنیا باشد. هی اليوم الاول، روز یکم است و قیامت باشد این روزی دیگر است، یعنی روزهای دنیا خاتمه می‌یابند، روزی آخرت سر میشه. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر وكل ما يكون بعد القبر فهو من الإيمان باليوم الآخر. شیخ می‌فرماید که ایمان به روز آخر این ایمان آوردن است به تمام اون چیزی که ما بعد موت میشه، بعد مردن میشه. و من بیان میکند مثلا عذاب قبر و نعمت‌های قبر، سؤال‌های دو ملک منکر و نکیر در قبر و تمام اون چیزی که با بعد قبر میشود فهو الایمان. و همش از کدام ایمان، از کدام نوع ایمان میشه؟ از ایمان به یوم الاخر داخل میشه. و كذلك الايمان بالبعث والنشور والمحشر والحساب ووزن الاعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات والجنه والنار. همچنین ایمان آوردن به زنده شدن بعد مردن، نشور برخیستن و به محشرگاه رفتن و به حساب کتابی اعمال و به برکشیدن اعمال و به صراط، پلی صراط و به ترازویی که به آن تمام حسن و نیکی و بدی ها را برکشیده می شود و به جنت و به دوزخ. حتی بعض روایت ها آمده است که خود انسان هم بر میکشه، خود انسان هم چیکار میکنه؟ بر زمین همون اعمالش با برش میکشن. شخصی که مثلا روایت نشه میگه که ابراهیم مسعود بود و بالای درخت نشسته بود، چنان لاغر و خراب بود که شمال پشت جمهوری صدا صحابه دیده خندیدن، گفتن که همینقدر گوشت پوست ندارد، گفتن که شمال پشت جمهوری ایستاده است. بعد جناب پیامبر قسم یاد کردن، گفتن که در ترازی روز قیامت از همه وزنی همین است. نه نظر به اون خرابش نکرده و استخوان اقوام خیلی وزنی میاد. بعد از روی همین دیده اهل سنت و جماعت میگه که خود انسان هم الله تعالی بر میکشه، یعنی که موفق به همون قدر و قیمتش، گرچنده که خراب هم باشه وزنی میشه. اون معنا نداره که نباشه این روز تربیت چیز مادر صرف کنیم که قوت شیم و وزنی شیم در قوت اعمال. نه و به جنت و به دوزخ. فتفاصيل ما يحصل في اليوم القيامة في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا. و پس تفصیلات اون چیزی که روی میدهد در روز آخر ما ایمان میاریم به اونها، خواه از روی جمله باشه خواه از روی تفصیل باشه. یعنی از روی جمله هر چیزی که با ما پوشیده است ما نمیدونیم، تفصیل باشه هر چیزی که ما با اون نص آمده است، دلیل آمده از قرآن و حدیث. بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. یعنی از همون بعد مردن سر شده یا که از مردن سر شده تا قرار گرفتن جنتی ها در جنت و دوزخ ها در دوزخ. کل ما صح من هذا نؤمن به. هر چی که از این موضوع در این موضوع
صحیح به روایت صحیح آمده است ما به او ایمان میاریم ولا نشک فی شیء منها در یگان تایی از اون شکاوری نمی کنیم فمن شک فی شیء منه فهو کافر مرتد عن الاسلام کسی شکاوری کنه در یگان چیز از امور آخرت وی کافر مرتد است از اسلام یعنی از اسلام برآمده است کل هذا یطلق علیه الیوم الاخر و ما فیه همه اینها را استفاده برده می شود در روز آخر یعنی همه اینها را معنی داد کرده می شود یوم الاخر بودن و آن چیزی که بوده روزی آخر می شود همینه روزی آخر می بودن جنت هم در روزی آخر می شود دوزخ هم در روزی آخر عذاب قبر نعیم قبر الرکن السادس تؤمن بالقدر خیره و شره رکن ششم تو باید ایمان آری به تقدیری یعنی به تقدیر نیکی و بدیش تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر من كفر وإيمان من نعمة ونقمة من رخاء وشدة من مرض وصحة من حياة وموت كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة يكن صدفة أو يكن أمرا مستأنفا أي أنه مبتدأ لم يسبق أن قدر می‌فرماید که رکن ششم ایمان آوردن به تقدیر نیکی بده ایمان میاره که تمام اون چیزی که در این دنیا روی میدهد از نیکی و یا بدی باشد یا کفر ایمان باشد نعمت و عقوبت باشد خب فراخ دستی و تنگ دستی باشد بیماری و صحتی باشد زندگی و مرگ باشد تمام اون چیزی که جاری میشه در این دنیا البته این مقدر هستن اینها تصادفی نیستن یک کاری از نب اکنون سرشونده نیست مستأنف یک کاری که اکنون سرش میکنه یعنی این سرشده این نیست که سرشده باشد که از او پیش تقدیر گذشتگی نباشد لم یسبق بأن قدر که تقدیرنده نگذشتگی باشد تؤمن بهذا كله به تمام این ایمان میاری بأنه قضاء الله و قدر همین قضا و قدر الله هست و تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك ایمان میاره که اون چیزی که باید به تو برسد تو باید که رسد نباید که خطا شود تو را و اون چیزی که خطا شود تو را نباید که رسد تو را مثلا یک چیز یک سنگ فرامد در سر میزدنی شده خطا شد و همون چی خطا نویسیگی است که خطا شود از چیزی که سریتون زند هزار بی که این خیل میکردم اون تو میکردم نوای باید میزده زدنش در کار بود فهمید؟ ولی وظیفی ما چی هسته؟ وظیفی ما چنگ به اسباب یعنی که سبب ها را پیشگیری کردن اگر گفته که اینجا نگذار سنگ سرتان میزنم باید نمیگذاشتیم اگر ما بودم ما همون گفته ها رو با جا آریم با وجود این زنم این تقدیر برست اما ممکن نیست که مثلا اگر تقدیرم باشد میزنم نباشد نگفته رفتن ممکن نیست بله ما اهل سنت و جماعت میفرمایند که ترک اسباب کردن این عیب است در دین این عیب کردن است ماشي اوباي ماشي شوي اكل ماشي شو چی گفتم بله وأن هذا بقضاء الله وقدره همه اینها به قضا قدر الله سبحانه و تعالی باشه قضا اصلا گذرانده نمیشه قدر تقدیری که نوشتگی قضا اكو همون وقت ساعت هست و در شما اكو سرتون به گذرانده نمیشه قضاش همین نیست که سرتون به میگذرونده بالای سرتون به کو عملی میگردن به قضا میگه قدر اون چیزی که پیشکی نوشتگی قال تعالى الله تعالى فرمود ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله سبحانه وتعالى میفرماد که ما أصاب من مصيبة أي ما حل ونزل هر چی که فرود می آید من بومك از مصیبته أي بلیه
یک بلا مانند قحطی، قحشاقی و نقص الثمرات مثلا میوه ها و الامراض بیماری ها و غیر از همینا در تحت مصیبت داخل میشن. هم خلاص هر چی که دلی شما رو میرنجاند، دلی شما ناخوش میشه، خاطر شما میشه پریشان میشه و مصیبت است. هر آنچه که فرود آید از مصیبت اصلا اینجا ما نافی هستیو برای ما ایلا رو محکوم معنادار نمیکنم. اگر بگویم که فرود نمی آید هر مصیبت شده است مگر با گفتن در کاره، اگر ایلا رو معنادار نکنه با اون گفتن در کاره که هر اون مصیبتی که میزند در زمین و در خودتان فی کتاب و در کتاب هست. نمیده اگر بگیم که هر یگان مصیبت نمیزند شما را در زمین و در شما نمیزند مگر در کتاب هست. مراد از کتاب اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ است. من قبل ان نبرأها، پیش از این که چی ما همون نفس ها را بیافریم. همینجا نبرأها ها راجع به سوی ای نخلق الانفس، پیش از این که ما هم نفس ها را آفریم. ولی شما را نآفریده بودیم علکه، یعنی که تقدیر شما را نویسته که بودیم. ان ذلك علی الله یسیر سهل و هین، و درسته همین هم برای الله آسان و سبوک می باشد. هذا هو الایمان بالقدر، این است ایمان به تقدیر. اکنون تحت ایمان به تقدیر خیلی گپ است، اینجا با شیخ ممکن گفته باشم. و الایمان بالقدر یتضمن 4 درجات، همین 4 درجه رو باید که از یاد دونستن در کار است. ایمان به تقدیر در بر میگیره 4 زینه را. من لم یؤمن بها كلها فلیس مؤمنا بالقدر، کسی به تمام این درجات ایماندار نباشد و مؤمن به تقدیر نمیشه. المرتبه الاولى العلم، یکم مرتبهش علم است. مراد از علم چیست؟ یعنی بأن الله علم كل شيء في الازل، یعنی هر یک چیز را الله تعالی در ازل دانست. علم كل ما یجری، دانست هر یک چیزی که جاری میشه. ما کان و ما یکون، هر اون چیزی که باید شود و نباید که شود. هم خیلی الی ما لا نهایت، تا اون چیزی که پایان ندارد. همین فالله قد علمه فی الازل، همه ویرا الله تعالی در ازل دانسته قبل ان یکون، پیش از شدنش، و قبل ان یقع، پیش از واقع شدنش. علمه سبحانه و تعالی بعلمه القدیم الازلی، الله تعالی او را به علم قدیم و ازلیش دانست. الذي هو موصوف به ازلا و ابدا، اون علمی که الله تعالی در ازل و در ابد موصوف به همان بود. این خیلی که الله تعالی همین علیم گفتگی صفت نداشت و بعد از یک چیزها را به تجربه و رشد کردن و بعد فهمیدن و الله تعالی دانستن سر کرد. نه یعنی علم الله سبحانه و تعالی از ازل هست. برای اینکه معتزله ها و دیگه هستن گروه هایی که مثلا میگن که قدری ها بیم هر یک چی واقع میشه با الله تعالی میدونه. هذه مرتبه العلم، یعنی این است مرتبه علم. فمن جحدها فهو کافر، این مرتبه را کسی انکار کند کافر میشه. یعنی درباره تقدیر یک کس با صحبت کرده شود میگه که الله تعالی هر یک چیز اول دانست، اول میداند چی شدن و چی نشدن. دوی مرتبه. المرتبه الثانيه مرتبه الكتابه في اللوح المحفوظ، مرتبه نوشتن است در لوح المحفوظ. یعنی الله تعالی علم و کتب، اول دانسته بود هر چیزی شدن و نشدنش. شما پیشگیری میکنید، شما آن خیلی میکنید، شما مثلا این سبب‌ها رو چنگ بزنید، چنگ هم باشه، اول دانست بعد چیکار کرد؟ نوشت. برای همون الله تعالی در نوشتنش یک خطا کردگی نیست، چون وی دانسته بود. وهي ان الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، معنی این همون است که الله تعالی تمام چیز را در لوح المحفوظ نوشت. فما يجري شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، هر چی جاری شود اون مکتوب است در لوح المحفوظ. ليس هناك شيء يجري
و هو غیر مکتوب. یگان چیزی نیست در اینجا که وی جاری شود و روی دهد و او نوشته شده نباشد در لوح المحفوظ. ولهذا قال تعالی، به همون خاطر است که الله تعالی فرمود ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر مصیبتی که فرود می آید، خود در زمین باشد و خود در شما باشد، البته او در کتاب هست. یعنی اللوح المحفوظ، در لوح المحفوظ كتب الله فی مقادیر كل شيء، تقدیر هر یک چیز رو در او الله کتابت کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم اول ما خلق الله القلم، اولین آن چیزی که الله تعالی آفرید قلم است. قال اکتب، الله تعالی برایش گفت بنویس. قال و ما اکتب، گفت چرا می نویسم؟ قال اکتب ما هو کائن الی یوم القیامه، بنویس هر آن چیزی که با وجود می آید تا روز قیامت را. اخرجه ابو داود و الترمذی من حدیث عبادة ابن الصامت رضی الله عنه. فمن جحد الكتابة وقال الله يعلم كل شيء لكنه لم يكتب في اللوح المحفوظ، کسی انکار کند کتابت را و گوید که الله هر چیز را میداند ولی او را در لوح المحفوظ ننویستگی است بود، یگون چیز نویستگی نیست، هذا کافر مرتد عن دین الاسلام، چون این کس کافر میشود، از دین دایره دین اسلام خارج خواهد شد. نعوذ بالله. المرتبة الثالثة مشیئة الله النافذة، مشیت الله است که او گذرنده است، یعنی الله خواهد او میگذرد، نگذشتنی نیست. این نمیشه که الله خواهد و شما کار کنید که همون خواهش الله در وجود شما نگذرد، نه. و ما تشاءون الا ان یشاء الله وهي ان الله سبحانه يشاء الشيء ويريده، یعنی معنای این همین است که الله تعالی یک چیزی میخواهد و اراده میکند او را. فما من شيء يحدث الا وقد شاءه الله واراده، هر چیزی که روی دهد به تحقیق معلوم میشه که الله وی را خواست است و اراده کرده است، کما فی اللوح المحفوظ، خیلی که در لوح المحفوظ است. و کما علمه سبحانه، و خیلی که او را الله تعالی دانست، همین که طبق دانستی الله میشه. یشاء کل شیء فی وقت، هر یک چیز در وقتش میخواهد. و یرید کل شیء فی وقت حدوثی، هر یک چیز میخواهد در وقت روی دادنش. لا یقع شیء بدون مشیئة الله، بدون خواست الله یگون چیز واقع نمیشد، او بدون اراده الله، یا که بدون خواست الله. فمن قال ان الاشیاء تحدث بدون ان یشاءه الله او یریدها فهذا کافر، کسی که همه چیزها روی دادنشون بدون اون است که الله او را خواسته باشد یا که اراده کرده باشد، این کس کافر میشن. اعوذ بالله. المرتبه الرابعه، چهارم، مرتبه الخلق والایجاد، مرتبه آفریدن و ایجاد کردن، به وجود آوردن. الله خالق كل شيء، الله آفرنده تمام چیز است. اذا شاءه و اراده خلقه سبحانه و تعالی و اوجده، وقتی که الله تعالی او را خواهد و اراده کند و او را می آفرد و ایجادش به وجود می آورد. فكل شيء هو مخلوق لله سبحانه و تعالی، همه چیز اون مخلوق الله سبحانه و تعالی است، این آفریده اوست. و هو من خلق الله، و از آفرینش الله است. و هو فعل العباد و کسب العباد، و همان چیز فعلی بندگان است و کسب بندگان است. فعلی بندگان و کسب بندگانی که ما خودمون به دست ما میکنیم، همه هم چه خاصی الله سبحانه و تعالی باشه. فهذه المراتب الاربع، این چهار مرتبه لابد من الايمان بها، باید که به اینها ایمان آورده شود. و الا لم يكن الانسان مؤمنا بالقدر، وگرنه انسان ایمانی به قدر نمی باشه، یعنی به تقدیر ایمان آوردگی نمیشه. مرتبه العلم والكتابه والمشیئه والخلق والایجاد، مرتبه علم و کتابت و مشیئت و آفریدن و ایجاد کردن. یعنی اول الله تعالی یک چیز دانست، بعدی دانسته او را نویست، بعدی نویسته او را خواست، بعدی خواستنش بعد او را چیکار میکنه؟ می آفرید. کل هذه لابد من الايمان بها، همه اینها را باید که ایمان آورده شود. لابد منها الايمان بها. لابد من الايمان بها. فمن جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد
عن دین الاسلام. کسی که یگان چیزی از این مرتبه ها را ناباور باشد فانه کافر مرتد عن دین الاسلام و کافر مرتد میشه از دین اسلام، لانه جحد رکن من ارکان الايمان و هو الايمان بالقدر، چون که او رکن از ارکان ایمان را ناباور شد و مراد از اون رکن از رکنان ایمانی که گفتیم حاضر او ایمانی به تقدیر است. نعم. وقال الشارح الدليل این موضوع خود شارح گذاشته است. الدليل على اركان الايمان، دلیل اکنون بر رکنهای ایمان. وقال صاحب المتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد رحمه الله تعالى، والدليل على كل يكي على هذه الاركان السته، دليل بين ركنهای ششگانه قوله تعالى سبحان الله سبحانه وتعالى که اونجا فرمود ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بر آن نیست که شما روی آوری کنید به طرف مشرق و یا که به طرف مغرب، یعنی که نیکی فقط یعنی که در این جمع شده یعنی محصور شدگی نیست که فقط همین قبیله است با فخر شما همین باشد و یکی مثال بگیم دعوای شما فقط در همین به همین سر شد و به همین تمام شود و در همین کسی غالب آمد هوای نیکی کرده و بار باشد نکوکار هوای باشد. نه، این چیزی نیست که شما مثلا در این بسیار اهمیت دهید. این یک چیزی ضرور باشد که ولی این دویم درجه است. ولکن البر، ولی بر کدام چیز است؟ کسی که ایمان آورد به الله و به روز آخر و به فرشتگان و به کتابها و به پیغمبران نیکی همین است. لما ذکر الشیخ هذه الارکان، شارح می‌فرماید که وقتی که شیخ این رکن‌ها را ذکر کرد ذکر دلیلها من القرآن، دلیل اینها را از قرآن ذکر کردنش را شروع کرد و من السنة و السنة، لأن أي شيء من أمور الدين والعبادة والعقيدة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، چونکه تمام چیز از امور دین باشد و از عبادت و از عقیده و از امور احکام شرعی باشد و حکم‌های شرعی کانستیتوشن احتیاجی به دلیل دارد و این لم یکن له دلیل، اگر دلیل نباشد لم یکن صحیحا و درست نمیشد. یعنی این نوع‌های عبادت و هر یک عقیده و دیگه چیزها همه اینها کدوم قوت میگیرن وقتی که در قوتش دلیل باشه، کدوم درست میشه دلیل باشه. لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. وقتی که میگه شیخ رکنهای ششگانی ایمان را ذکر کرد، دلیل آنها را از قرآن ذکر کرد یکم و دویم از سپس از سنت. فمن القرآن قوله تعالى، دلیل از قرآن قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر هو فعل الخير الذي يقرب من الله، يقرب من الله. يقرب هر جو که قرب یقربو بیاد بعد اون من آیت، این من به معنی چی میشه؟ به معنی ایله میشه. به معنی ایله میشه. بر و فعل خیر رو میگن، یک کاری خیر رو میگن که به الله نزدیک میکنن. یقربو الی الله میشه، به الله نزدیک میکنن. و یوصلو الی جنتی، برده به جنتش میرسن. الله مرزقنا یا رب. فكل افعال الخير هي من البر، تمامی کارهای نیک سرچشمه از بر میشن، از بر سر میشن. فالبر لفظ عام يجمع جميع انواع الخير. بر این یک لفظ عمومی بوده، تمام انواع نیکی را فرا خواهد گرفت، در بر میگیرد. و انواع الطاعات كلها، و انواع الطاعات كلها نعم داخلة تحت مسمى البر. تمام نمودهای طاعت همشون داخل هستند در زیر منبر شده بر. وقتی که بر میگویم همه همینند داخل میشه، ایمانی به الله، رو به قبله آوردن، نماز خوندن و روز حج. و تحت مسمى التقوى، و در زیر تقوا. چه خیلی در زیر تقوا داخل میشه؟ اتقوا الله بگو، تقوا کنه.
تحت تقوى چقدر میشه؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، همین رو در تحت مسمای تقوى داخل میشه. فالبر والتقوى من الاسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. دیده شیخ میفرماید که هر جا که بر آمد و تقوا آمد، اینها یک نامهای عمومی می باشند که تمام خصلت‌های نیک را، خوبی را در بر میگیرند. فهمیدید؟ یک کس میگه که یک تقوا رو برای من فهمون. فهمیدید؟ شما نمیتونید بگید که مثلا نماز خوندید تقوایی. فهمیدید؟ یعنی تمام نیکی هایی که مثلا در قرآن و یا گویم به عموم در اسلام آمده است، همه در تحت تقوا دارند. یک از شما رو پرسید که بر چیست؟ میگه تمام نیکی ها در تحت این داخل میشه. فهمیدید؟ برای میگه که این دو اسم اسمای عامی میباشند که تجمع کل خصال الخير، تمام خصلت‌های نیک در درمیان هست. خواهی که بر انجام دهنده بر باشی، نماز هم خونی بر میشه ان شاء الله. معامله خوب کنی، اخلاقی پسندیده داشته باشی. و قوله تعالی ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود. این سخن میگه اساسا رد و مزاج علیه یهودی که الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة. اون یهودی هایی که منکر شدن تحویل قبله را از قبله، از بیت المقدس برگشتن را به طرف کعبه مشرفه. استنکروا هذا، این منکر شدن و جحدوه، انکار کردن، من العلم مع العلم، با وجود دانستن انهم يعلمون انه حق، تحویل قبله را حق بودنش میدانستند، لكن جحدوه من باب العناد والمكامرة والحسد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذه الامه. ولی ایشان انکار کردن این را از کدام خاطر؟ از خاطری گردن شخی و کبر و حسد نسبت پیامبر و نسبت این امتی مرحومه. يقول الله سبحانه وتعالى میفرماید که شرح تفسیر کرده ليس البر، یکی ليس البر ان تولوا وجوهكم جهت من الجهات. بر آن نیست که شما روی آوری کنید یک طرف از طرفها، من غیر امر من الله، بدون فرمان الله. یعنی همه وقت نیکی نمیشد که وقتی هر یک کس به اختیار خودش به کدام طرف متوجه شود، به همون طرف متوجه آن شده عبادتش بجا آورد. اما چطور بود؟ مثلا ما او را نیکی نمیتوانیم گفتن که اگر الله گفته باشد همین کارو کن، اون وقت بر میشه. یعنی که یهودی ها خیالشون که اکنون به همون طرف بیت المقدس یک خیل تا آخر تا قیامت نماز خواندن روی آوردن نیکی همان است. اولی در مد اول که الله گفته باشه اون وقت نیکی بود، با تحویل قبله شد که از بیت المقدس اکنون به طرف بیت الله یعنی که متوجه شد. آیا با مگر این نیکی نمیشه؟ تمام باید به طرف بیت المقدس اکنون از نیکی که برآمد منسوخ شد. اما خلاص ولكن البر طاعت الله. بر چیز؟ طاعتی الله است، اطاعتی الله کردن است. اذا امركم بامر وجب عليكم امتثاله، وقتی که الله شما را به یگان کار امر بکند برای شما واجب است او را اطاعت کردن. هذا هو البر، انا من اسنیکی. فاذا امركم باستقبال بيت المقدس، وقتی که شما را امر کند بروی آوردن به طرف بیت المقدس، فالبر في ذاك الوقت، بس نیکی در همون وقت و استقبال بیت المقدس و روی آوردن به طرف بیت المقدس است. لانه طاعت لله عز وجل، چون که این طاعت است برای الله عز وجل. ثم اذا امركم ان تستقبلوا الكعبه، سپس وقتی که شما را امر کند که به کعبه روی بیاورید، فالبر هو استقبال الكعبه، اون وقت بر چی میشه کنون؟ این به طرف کعبه روی آوردن است. فالبر يدور مع امر الله عز وجل سبحانه و تعالی. دیدید بر یک جان نمیسه، بر میگه دور میزند اونجا که فرمان الله است، اونجا که رضایی الله است، در همونجا رضایی الله رو تو بیان که بر مییابی. مفهوم؟ یعنی بر این در اختیار ما نبوده است که هر چی که ما میخواهیم بر همان است. مفهوم؟ یعنی يدور مع امر الله لا مع امر فلان و علان. انتم عبید يجب عليكم الامتثال
شرح میکنه که شما بندگان هستید، بالای شما اطاعت الله واجب است. اذا امركم الله ان تستقبلوا جهة من الجهات وجب عليكم الامتثال. این که خاص به یهود و عام به هم مقصود است. وقتی که الله شما را امر کرده باشد که شما به یگان طرف از طرف ها روی آوری بکنید، بالای شما واجب است اطاعت کرده، امتثال. اما ان تتعصبوا الجهة معينة وتقول لا يصح إلا استقبالها فهذا معناه اتباع الهوى والعصبية. اما میگوید اگر شما تعصب گری کنید برای یک جهت معین کرده، یک طرف قبیله ستون و گوید که درست نیست مگر به همون طرف روی آوردن، آن یهود گفت دست کرد، نه این معناش چی میشه؟ این اتباع، این امتثال امر الله نمیشه، این بر نمیشه، این پیروی از خواهشات نفسانی میشود و پیروی از عصبیت، محلگرایی و مثلا همین محلگرایی و مثلا چیه منصبگرایی. العبد الصادق يدور مع اوامر الله حيث دارت. بنده صادق یعنی کدوم انسان بنده صادق الله هست در پیشگاه الله و یعنی که در پیشگاه الله، در پیش الله و بندگیش اثبات کردن میتوند. بنده صادق دور میزند با همراهی امرهای الله، هر جا که امر الله دور میزند، یعنی امر الله هر جاست او چیکار میکند؟ همونجاست. ولا يعترض على امر الله، به امر الله اعتراض نمیکند، این من معقول نه، لأن استقبال الجهة بعد نسخ استقبالها لا يكون طاعة لله عز وجل. زیرا آنکه روی آوردن به یک طرف بعد از منسوخ شدن روی آوردن به اون طرف، این طاعت الله نخواهد شد، نمیشه. فالعمل بالمنسوخ و ترک الناسخ ليس طاعة لله عز وجل. با آیت یا که به قانون منسوخ شده عمل کردن و ترک کردن قانون نو، این طاعت برای الله نمیشه. و انما هو طاعت للهوى والعصبیه، این طاعت به خواهشات نفسانی و به طاعت به عصبیت و محلگرایی میکنه. تعصب متعصب. فالبر متعلق بطاعت الله. خلاصه میگه بر این به طاعت الله سر و کاردار است یا که علاقمند است. فحيث وجهك توجهه، تتوجه بدست. هر جا که همون طاعت الله یا که همون بر تو را روی آوری کنند، یعنی نپراوید کند، فرستوند، تو باید به همون طرف بروی. ان كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل، اگر تو در حقیقت یا که حق باشی در عبادت برای الله سبحانه و تعالی، یعنی که من واقعا بندی الله هم میگفته باشی، باید که اکنون الله تو را کجا که فرستانید تو باید به همونجا مثلا بروید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر آن نیست که شما روی آوری کنید به طرف مشرق یا به طرف مغرب خسرانه کردن، ولكن البر من آمن بالله. وقال صاحب المتن: ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. دلیل تقدیر قول الله سبحانه و تعالی است که و در دیگه آیه آمده و درستی ما هر یک چیز را به تقدیر آفریدیم. سوره قمر. دلیل رکن السادس من ارکان الایمان، دلیل رکن ششم از رکنهای ایمان، قوله تعالی، سخن او تعالی است: ان كل شيء خلقناه بقدر. ما و درستی هر یک چیز را با تقدیر آفریدیم. ای كل شيء خلقه الله فانه مقدر في علمه و کتابته و مشیئته و ارادته سبحانه و تعالی. یعنی تمام چیزی که الله آفریده باشد به درستی او مقدر است، یعنی در تقدیر گذشتگی است، در علم خود و در کتابتی خود و در مشیئت خود و در اراده خود او سبحانه و تعالی. وليس هو عفويا او صدفيا. این عفوی صدفی هست، یک تصادفی
و چیزی زیادتی نمی باشد. عفوی گفته چیز زیادتر میبینی. قل العفو میگوید که الله تعالی سألونك ماذا ينفقون قل العفو چیز زیادتر صدفی یا صدفی انما هو امر سابق في علم الله بدرسته و که همانوی یک امری است که در علم الله پیش گذشتگی است و مکتوب فی اللوح المحفوظ در لوح المحفوظ نوشته شدگی است و سابق فی مشیئة الله و ارادته سبحانه و تعالی و در و در مشیئت و اراده او سبحانه و تعالی آمدگی است.